همه معلمین اخلاق عرفا بلا استثناء، اینایی که در علوم تربیتی زحمت کشیدن کار کردن، همه اتفاق نظر دارد که یکی تهذیب، خودسازی، سیر و سلوک، یکی هم تعلیم، آموزش، علم، این دو بال تکامل انسان هست. اگر فرد جامعه به کمال و سعادت برسد، با همین دو بال باید پرواز کنه. یکی تعلیم، آموختن، علم آموزی، دانش. انسان بر اساس دانش شکوفا می شود، قله های بلند تکامل را واسطه علم و دانش به دست می آورد. دوم تهذیب نفس و خودسازی و خودیابی و خودشناسی، که امیرالمومنین میگه که افضل المعرفت معرفت الناس نفسه. این دو با هم تعلیم، هم تهذیب، هم خودسازی و هم علم آموزی، این دو بال تکامل بشری است. این همه معلمین اخلاق و عرفا و اونهایی که در امور تربیتی کار میکنن قبول دارن که هر یک اینها اگر وجود نداشته باشد تکامل نیست. علم آموزی باشد، بالاترین درجه علم و دانش را به دست بیاره، اما اخلاق انسانی درش نباشه، وجدان نباشه، تهذیب نباشه، خودسازی نباشه، این خطر است. علم منهای تهذیب خطر است. علم منهای اخلاق بشری و اخلاق انسانی همین است که ما در اسرائیل میبینیم. با نهایت بیرحمی، شقاوت، در فاصله 2 ماه هم نشده که حدود 19,000 انسان، شوخی نیست، اینا رو تاریخ قضاوت خواهد کرد. با قطع نظر از اون افرادی که زیر آوار خاک مردن، کسی خبر ندارن و آمارش گرفته نشده است، با قطع نظر از اینه که هزاران مجروح دیگر سرانجام جان خواهد داد، اینها را تاریخ قضاوت خواهد کرد، اینا ساکت نمیماند. این همین نتیجه علم است. علم منهای اخلاق انسانی، علم منهای وجدان انسانی، علم منهای تهذیب، همینه که ما مشاهده میکنیم در چشم خود، این است. یا تهذیب و ریاضت و خودسازی منهای علم و معرفت، این هم خطر است. مثل همین ریاضت مرتضان هندی صوفیه، اینا بر اساس تهذیب در یک مرحله بسیار بالایی از تصرف نفسانی میرسد که حتی مرتضان هندی ما بین تنور از آتش میخوابد، تا اون حد روحش مسلط میشه بر بدنش که بدن خود را ما بین آتش حفظ میکند، یا هفته ها ما بین آب یخچالی میخوابد. این واقعیت هایی هست که ما در مرتضان هندی میبینیم. روی نفس خود، روی روح خود چنان مسلط شده که این روح بدن را در مابین آب یخچالی حفظ میکنه. در یک متن دیدم که یکی از مرتضان هندی 70 سال نان نخورد.
با همه اکسیژن و هوا خود حفظ کرد. اینا مثل افسانه میمانند، ولی واقعیت های هست که امروز میبینیم و هست و وجود داره، افسانه نیست، رویا نیست، واقعیت های روی زمین هست. لذا ریاضت و تهذیب و نفس و منهای علم هم نتیجهش همینه. بر همین اساسه که معلمین اخلاق گفتن که تکامل بشری، سعادت بشری با این دوبال تحقق پیدا میکنند. یکی تعلیم، علم آموزی، یکی هم تهذیب. در این قسمت متون دینی زیاد است، خصوصا در آیات از قرآن متعدد داریم که این دوتا با هم ذکر شده است. گرچه این که اول تهذیب یا اول تعلیم درش اختلاف است که ما وارد نمیشه، این بحثی دقیقی است که 3 قول است بین اکابر و اعاظم عرفان و اخلاق. در این قسمت 3 قول است که اول تهذیب بعد تعلیم، اول تعلیم بعد تهذیب. اینا جفت هم اختلاف شدید است بین اعاظم.